به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا شروع میکنیم. کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی، مشتمل بر 25712 بیت در 6 دفتر به انضمام کشف الابیات، کشف الآیات، فهرست حکایات و مطالب و فرهنگ لغات، با مقدمه دکتر جواد سلماسی زاده به اهتمام جواد اقبال، مدیر چاپ و انتشارات اقبال در تهران، که در تابستان 1389 نوبت چاپ 8 این کتاب رو انجام داده و الان در اختیار من هستش. ابتدای کتاب با پیشگفتار ناشر شروع شده و سپس مقدمه آقای سلماسی زاده که من اینا رو فاکتور میگیرم و از دفتر اول مثنوی شروع میکنم براتون بخوندن. ابتدا مقدمه عربی رو آورده که من اون هم فاکتور میگیرم، هوال عزیز، و شعر رو با هم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نی و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید، همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و
خر موسی صاعقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچو من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پروای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کاین سخن بیرون بود، آیینه غماز نبود چون بود. آیینه ات دانی چرا غماز نیست، زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و خرید او و بیمار شدن کنیزک و تجویز از صحت او. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاهراه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می طپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در ربود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جانم اوست، دردمند و خسته ام درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرد آریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر الم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثنا مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسی ناورد استثنا بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از هلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچو نفت. از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی. از خدا جوییم توفیق ادب، بیادب محروم گشت از لطف رب. بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مایده از آسمان در می رسید، بی شراب و بیع و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدد. منقطع شد خوان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق،
خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردند و حرص آوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدا رویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر برناید پی منع زکات، و زنا افتد روا اندر جهاد. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پرنور گشته است این فلک، وز ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش بشارت داده بودند. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، وز مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی الصبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبی یا مرتضی، انتقب جاء القضا ضاق الفضا. انت مولا القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لئن لم ینطوی. خب بریم برای حکایت بعدی. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه از این لفظ زیبای مولانا. اما فرستادن شاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر. چون که سلطان از حکیم آن را شنید، پند او را از دل و جان برگزید. پس فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. کای لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها است و صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. اسب تازی برنشست و شاه تاخت، خونبهای خویش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خویش تا سوء القضا. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت عزراییل رو آری بری. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع طراز. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را بدو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت کای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده، تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن مه روی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه می راندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام.
بعد از آن از بهر او شربت بسار تا بخورد و پیش دختر می گداخت. چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی آن بد داوری. خون دوید از چشم هم جنجوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شه را بکشته فر او. گفت من آن آهوم کز ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا کز کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. آنکه کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چو من کس چنین ضایع کی است. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زانکه عشق مردگان پاینده نیست، زانکه مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، کز شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شهیار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اشعار معروف مولانا که به صورت کوتاه و خیلی خیلی اتفاقی در جایی میبینیم و نمیدونیم که این اشعار زیبا رو مولانای جان سروده. اما میریم برای حکایت بعدی. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین از دیدن و شنیدن این زیبایی های مولانا. قصه دیدن خلیفه لیلی را. گفت لیلی را خلیفه کان تویی، کز تو مجنون شد پریشان و قوی. از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگدکوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل را در شوره ریخت، او به خویش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. مرغ با بالا و زیر آن سایه اش، می دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بی مایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت.
سایه یزدان چو باشد دایه اش، وارهاند از خیال و سایه‌اش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده او زین عالم و زنده خدا. دامن او گیر زوتر بی گمان، تا رهی در دامن آخر زمان. کیف مد الظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الآفلین گو چون خلیل. رو ز سایه آفتابی را بیاب، دامن شه شمس تبریزی بتاب. ره ندانی جانب این سور و ارس، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو. کو ز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. عقبه‌ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد خانه حسد باشد و لیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است ار طلسمش خاکی است. چون کنی بر بی جسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. اما حکایت بعدی، قصه هدهد و سلیمان علیه السلام در بیان آنکه چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود. چون سلیمان را سراپرده زدند، جمله مرغانش به خدمت آمدند. همزبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند. جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، با سلیمان گشته افصح من اخیک. همزبانی خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، 100,000 ترجمان خیزد ز دل. جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود. با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرضه خود را می ستود. از تکبر نی و از هستی خویش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. چون بباید برده را خواجه‌ای، عرضه دارد از هنر دیباجه‌ای. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. نوبت هدهد رسید و پیشه اش، وان بیان صنعت و اندیشه اش. گفت ای شه یک هنر کان کهتر است، باز گویم گفت کوته بهتر است. گفت برگو تا کدام از آن هنر، گفت من آنگه که باشم اوج بر. بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. تا کجاییست و چه عمق استش چه رنگ، از چه می جوشد ز خاکی یا ز سنگ. ای سلیمان بهر لشکرگاه را، در سفر می دار این آگاه را. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بی آب عمیق. اما طعنه زاغ در دعوی هدهد، زاغ چون بشنود آمد از حسد. با سلیمان گفت کو کژ گفت و بد، از ادب نبود به پیش شه مقال. خاصه خود لاف دروغین و محال، گر مر او را این نظر بودی مدام. چون ندیدی زیر مشتی خاک دام.
چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. پس سلیمان گفت ای هدهد رواست، کز تو در اول قدح این درد خاست. چون نمایی مستی ای خرده تو دوغ، پیش من لافی زنی آنگه دروغ. اما جواب گفتن هدهد طعنه زاغ را. گفت ای شه بر من عور گدای، قول دشمن مشنو از بهر خدای. گر به بطلان است دعوی کردنم، من نهادم سر ببر این گردنم. زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. در تو تا کافی بود از کافران، جای گند و شهوتی چون کافران. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. از قضا این تعبیه کی نادر است، از قضا دان کو قضا را منکر است. خیلی جالبه این گفت و شنید سلیمان با حیوانات که بسیار زیاد در این مثنوی معنوی گفته شده. میریم برای حکایت بعدی. تفسیر ماشاءالله کان. این همه گفتیم لیک اندر بسیط، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بی عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. قطره علم است اندر جان ما، وارهانش از هوا وز خاک تن. بیش از آن کین خاکها خسفش کنند، بیش از آن کین بادها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی باخری. قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گر درآید در عدم یا صد عدم، چون بخوانیش او کند از سر قدم. 100,000 ضد ضد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. در خزان آن 100,000 شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه گر، در گلستان نوحه کرده بر خضر. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی بازده. آنچه خوردی وادی ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. ای برادر عقل یک دم با خود آر، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. زان بهی برگ پنهان گشته شاخ، زان بهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاوز است و رهبر مر تو را، می برد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نورساز، شد ز بویی
دیده یعقوب باز. بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را رویی بیاید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز طوطی بد نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خویشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. و اما این کتاب زیبا رو با این حکایت تموم میکنیم. این کتاب بسیار زیاد هستش با قطر شاید نصف وجب. امیدوارم که کتاب مثنوی معنوی رو همه در خونه ها داشته باشیم و هر از گاهی چند حکایتش رو بخونیم و از این دنیای دیجیتال فاصله بگیریم. ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.